سه دروغ بزرگ بدنسازی. اولی، خیلی‌ها این باور دارن که بعد از تمرین بلافاصله حتما باید پروتئین از غذا یا مکمل بخوری تا عضلاتت رشد کنه و اگر این کارو نکنی عضلاتت رشد نمی‌کنن و تمرینت بی‌فایده میشه، به اسم آنابولیک ویندو شناخته میشه. اما یک تحقیق نشون داد 2 تا 3 ساعت بعد تمرینت وقت داری تا پروتئین به بدن برسونی برای عضله‌سازی و ریکاور. دروغ دوم، هوازی عضلاتتو نابود می‌کنه. حالا درسته که انجام هوازی توی زمان نادرستش میتونه تاثیر منفی روی قدرت و کیفیت تمرین بذاره، اما اگر زمان درستش و به اندازه انجام بشه روی رشد عضله تاثیر ناچیز یا تأثیری نداره، حتی میتونه مفید هم باشه که این موضوع رو تحقیقات زیادی نشون داده. دروغ سوم، هر چقدر پروتئین بیشتری بخوری بیشتر هم عضله میسازه. یک تحقیق مقایسه انجام داد بین رژیم پروتئین خیلی بالا و رژیم پروتئین نرمال و به اندازه که گروه رژیم پرپروتئین 2 برابر پروتئین بیشتری استفاده میکرد. بعد از 8 هفته هیچ تفاوتی توی مقدار ساخت عضله پیدا نکردن. پروتئین بالا تاثیرهای دیگه میتونه داشته باشه، مثل نگهداری عضله توی رژیم‌های کم کالری یا زمان کاهش چربی بدن و کاهش اشتها، اما برای ساخت عضله تفاوتی نداره. حالا چقدر پروتئین نیاز داری روزانه که فرمولش رو توی کپشن برات نوشتم. قبل از اینکه بری حساب کنی این پست هم حتما لایک کن.